درود بر شما و به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و با اتفاق همکارانم از شهر پراگ و دوشنبه در خدمت شما. امروز پنجشنبه است 21 اوگوست و در ابتدا سرخط خبرها. اسرائیل گفت به زودی عملیاتی را برای تحت نظارت درآوردن یکی از گوشه‌های دیگری نوار غزه یعنی مرکز شهرنشینی آن آغاز می‌کند. ساکنان مسجد رانندگان و مسافران را به آلوده و افلاس کردن یکی از گذرگاه‌های مهم مرزی با ازبکستان متهم می‌کنند. انرژی است که می‌خورد، بکلاش که می‌خورد، آب می‌خورند، همش دمی دقیقه دیره سالفیت پالفیت همه موسورا دقیقه دیره. دانشمندان در بریتانیا یک راه نوی درمانی را پیدا کردند که پیشراه پوسیدن و فرسایش دندانها را می‌گیرد. با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را بازداریم. ولی شروع میکنیم از خبری درباره تاجیکان مقیم امریکا. گروهی از تاجیکان فعال مقیم ایالات متحده در فیلادلفیا به عیادت یک جوان 18 ساله تاجیک رفتند که در یک زنازنی سخت زخمی شده است و طبیبان برای نجات او تلاش دارند. در این زنازنی گروهی در ناحیه مونتگومری در ایالت پنسیلوانیا در امریکا زاده تاجیکستان محمد عزیز رحمتزاده سرش سخت آسیب دیده است و در شعبه احیاگری شفاخانه کودکانه شهر فیلادلفیا بستری است. زنازنی شب 14 اوگوست در نزد یک فروشگاه در این شهر به وقوع پیوسته است و محمد عزیز رحمتزاده 18 ساله را از محل حادثه بیهوش و بیاد با چرخبال به بیمارستان بردند. نبی جان رحمتزاده پدر محمد عزیز روز 20 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت فرزندش 6 روز باز است که به هوش نیامده است. طبیبان گفتند که مغز پسرش سخت آسیب دیده است و هر کاری ممکن را برای نجات او انجام خواهند داد. جزئیات زنازنی و سبب‌های آن هنوز معلوم نیست. در ایالات متحده آمریکا بنا به معلومات گوناگون از 10 تا به 16 هزار زاده تاجیکستان زندگی میکنند و اساساً به تجارت، رانندگی و خدمات عمومی مشغول هستند. نبی جان رحمتزاده با اهل خانواده‌اش از جمله آنها هستند که تقریباً 2 سال پیش به آمریکا رفتند و در کنار شهر فیلادلفیا زندگی میکنند. رو میاریم به مسائل مهمی بین المللی. ارتش اسرائیل اولین قدم‌هایش برای عملیات جهت اشغال شهر غزه را اعلام کرد. 10,000 نفر از سربازان نیروهای ذخیروی نیز به صف ارتش اسرائیل دعوت شدند. این زمان حکومت این کشور گفته است که پیشنهاد سازش آتشبس نو را برای متوقف کردن جنگ تقریباً 2 ساله در غزه بررسی دارد. همکارم کیو مرسیتا گزارش می‌دهد. ارتش اسرائیل روز 20 اوگوست از آغاز عملیات برای تصرف شهر غزه اعلان داد. تصرف یکی از منطقه‌های بزرگ باقی مانده نوار غزه که تحت نظارت ندارد. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سربازان حالا در کناره‌های شهر غزه جایگیر شدند. شهری که به قول او تکیهگاه حکومتی و نظامی ترور حماس است. در همین روز ارتش اسرائیل گفت که 10,000 سرباز نو را برای آمادگی به عملیات به صف نیروهای مسلح دعوت می کند. یک مقام نظامی اسرائیل روز چهارشنبه گفت سربازان نو از ماه سپتامبر به خدمت آغاز می کنند. فلسطینیان در غزه از این خبر بسیار غمگین شدند. از جمله این مرد که عملیات را خبری مصیبت آور خوانده گفت او برعکس امیدوار آشتی بود. با وجود اعلان آغاز عملیات در شهر غزه، حکومت اسرائیل میگوید که پیشنهاد نو را برای سازش آتشبس در جنگ تقریباً 2 ساله بررسی دارد. سازمان حماس این طرح پیشنهادی میانجیگران عرب را برای سازش آتشبس 60 روزه پذیرفته است که بر اساس آن حماس باید گروگانان باقی مانده اسرائیلی را آزاد کند و اسرائیل زندانیان فلسطینی را رها نماید. حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، در یک پیام در تلگرام بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل را به آن متهم کرد که مانع سازش آتشبس می شود تا به قول حماس جنگ ظالمانه به ضد مردم بیگناه شهر غزه را ادامه دهد. بسیاری از همپیمانهای نزدیک اسرائیل نیز از حکومت خواستند که از عملیات در شهر غزه دست کشد. اما بنیامین نتانیاهو که تحت فشار بعضی از راستگراهای افراطی در حکومت ائتلافیش مانده است، طرح سازش موقتی آتشبس را نپذیرفته است و جنگ را ادامه داده در پی تصرف غزه است. حکومت اسرائیل گفته است که حماس باید 50 گروگان باقی مانده یهودی را یک جا رها کند. به باوری مقامات اسرائیلی فقط 20 نفر آنها شاید زنده باشند. حماس گفته است که در صورت قطع جنگ همه گروگان ها را آزاد می کند. اسرائیل میگوید
تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود جنگ را بس نمی کند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات ولایت سوخت کار شرکت‌هایی را که مسئول مسافر و بارکشی از طریق یکی از گذرگاه‌های سیر و آب با ازبکستان هستند سخت تنقید کردند و قول مقامات سهلنگاری در کار شرکت‌ها سبب شده است که گذرگاه فاتح آباد به یک جای افلاس و پر از پرتاب و آلوده تبدیل شده است. این گذرگاه که روزانه هزاران نفر و ماشین‌های بارکش زیادی از آن می‌گذرند برای اقتصاد تاجیکستان و ازبکستان بسیار مهم است. فرزان محمدی همکار ما در سوخت به آنجا رفت و احوال گذرگاه را به ما و شما هم نشان می‌دهد. فراشان و تمیزکاران خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه مسجد تقریبا هر روز این جویبارهای پر از پرتاب گذرگاه فاتح آباد را تازه می‌کنند. این مسیر بدون تنفس کار می‌کند و یک راهی نزدیک به تاشکند، پایتخت ازبکستان است. تمیزکاران میگویند از سبب آنکه مسافران و شماره نقلیات روز تا روز می‌افزاید، آلودگی محیط زیست هم در این منطقه زیاد می‌شود. ما قطعه برای جمع‌آوری پرتاب‌ها موندیم، هیچ کمبودی برطرف نشد. پس آن برای جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی قطعه موندیم، بر زمین با همین کمبودی برطرف نشد. ما این نوشتجات آگاه کننده موندیم. خود دین روز 4 عدد کامراها نصب کردیم، کامرای نظارتی. این کامراها از جانب بخش حفظ محیط زیست پر نظارت کرده میشوند. مشکل اساسی افلاس شدن راه و جویبارها به گفته این مسئول حفظ محیط زیست رعایت نکردن قاعده‌های بهداشت و در جای معین شده نپرتافتن زباله‌ها از سوی راهگذران است. در یکم روز نصب دوربین‌های نظارتی چندین چنین حالت ثبت و نسبت عاملان جزا داده شده‌اند. روشن در اینجا 1 سال باز به جمع‌آوری زباله‌های پلاستیکی و پرتاب‌ها مشغول است. او میگوید در یک روز 3 بار اطراف را تازه میکند ولی پرتاب‌ها روز از روز بیشتر میشوند. پیش فوران ماشین مایده میماند در پامپرس هم میپرتاید. تازگی رعایت نمیکند. آدم‌ها تازگی رعایت نمیکنند. همین پامپرس کشیدی در یک سلفان هم وای که یا بی‌اثر پرتو خیلی نیست. این اما یان استیان که پرتو نمیگه. انرژی است که میخورد، بکلاش که میخورد، آب میخورند همش دمی. دقیقه دیره سالفت که پالفت که همه موسورا دقیقه دیره. شینان даже همو توالет دادن هم ماشینوش کوروشون میکنن خود پامپرس که دام هم سرام که میپرتویند. این مسئله در نشست خبری رئیس ناحیه مسجد نیز باعث عصبانیت و تکرار به تکرار ذکر کردن این مشکلات بود. اعظم علیزاده در این کار اساساً بارکش‌های بین‌المللی را سببگار می‌داند و دستور داده است که ورقه‌های آگاه کننده با زبان‌های تاجیکی و روسی و انگلیسی نشر کرده به همه راننده‌ها و مسافران تقسیم نمایند. این همشون کمزیستون میکنن. دیگه یه کس نمیکنن اونجا. آدمی که پیاده میگذره به خود دماغش جو میپرتویند. در همین حال یگان راننده بارکش آماده نشد در نزد دوربین این مسئله را شرح دهد. برخی از آنها در صحبت حضوری گفتند که بنابر پولکی بودن حاجتخانه در توقفگاه و بی‌بندوباری و انتظاری‌های طولانی در گذرگاه چنین حالت‌ها به وجود می‌آید. شرکت‌هایی که اونها را خدمترسانی میگن خدمترسان برای ما میکنن خطی اونها قطعی خوجگی منزل کاملی ما شرطمون نمیکنن. 2000 سوم در یک ماه بود است. من از اونش دستری ما با یک توریست میاد چی میگه که انا با همین گپ و همه چیش با نام ما با کمی دیگرو میگن هم پیش شده. نظری مسئولان توقفگاه تاجیک ونشترانس به این مسئله معلوم نیست و در حالت ثبت گزارش به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که نوارگیری این منطقه منع است. با وجود آنکه این گذرگاه نقطه آخرین راه پولکی دوشنبه چناق است، مسئولیت تازگی محیط اطراف به دوش کیست ناروشن میماند. گذرگاه فاتح آباد تاجیکستان با آیبک ازبکستان یکی از پررواترین مسیر بین تقریبا 15 گذرگاه دانسته می شود. مسافران اینجا قبلا از پلیس‌ثانی نظامیان و رانندگان بارکش از گران شدن گذرنامه شکایت داشتند که بعداً تا جای حل خش را پیدا کرد.
همکنون مسئولان مقامات محلی امیدوارند که رسانه‌ای شدن آلودگی‌های محیط اطراف بسیاری‌ها را به احتیاطکاری و مسئولیت شناسی وادار می‌کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه فاتح آباد ناحیه مسجد. و اگر دردی دندان دارید یا دندانهای حساس، پس گزارش نوبتی برنامه محض برای شماست. کراتین یک نوع پروتئین بسیار مهم را که در موی سر، پوست و پشم موجودات زنده یافت می شود به وسیله از معالجه سیری دندان تبدیل دادند. پژوهشگران در کالج سلطنتی لندن در بریتانیا می گویند که با استفاده از کراتین می توان پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه داشت و حساسیت آنها را نیز بسیار کم کرد. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم میرزانوی خالقزاد تقدیم می کند. پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار می کند. حالا اگر سیر دندان رفت دیگر برقرار نمی شود. برای همین باید راه درمانی را یابیم. شریف الشرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سر دندان می آفرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاه بینی نامناسب و یا پیری فرسایش می یابد دیگر برقرار نمی شود. با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را بازداریم و آنچه را که هر روز فرسایش می یابد دوباره بسازیم. به قول پزشک، پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می دارد، حساسیتش را کم می کند و سیر آن را مستحکم می کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی، کراتین را می توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد. کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصلی ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد. راه نوی درمان دندان به آزمایش‌های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت‌های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نوی درمانی آنها قبول می شود. به قبل او محصولات به مثل گل و خمیره‌های دندانشویی‌های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان می رسد. بیماری‌های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. به تخمین سازمان جهانی تندرستی 3.5 میلیارد نفر از بیماری‌های دهان و به خصوص دندان رنج می‌کشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ می‌شوند. و خبر دیگری از تاجیکستان، بینای نوی دانشکده اسلامی را که برای 2,500 دانشجو پیش بینی شده است روز 21 آگوست در دوشنبه به استفاده دادند. ساختمان آن سال 2019 آغاز شده بود. مقامات گفتند که در آنجا نسخه های نادری دستنویس ها، کتاب های تاریخی و آثار دانشمندان تاجیک را هم به نمایش گذاشتند. نسخه های نادر قرآن کریم، سنگ نوشته ها، لوحه های خطاطی و اشیاء دیگری تاریخی نیز جای داده شدند. گفته شده است در خبرنامه وبسایت پرزیدنتی تاجیکستان. دانشکده اسلامی در دوشنبه در حال حاضر تنها مرکز تعلیم دینی در کشور است. قبلا 19 مدرسه وجود داشت ولی مقامات از سال 2011 به این طرف در بسیاری از آنها را بستند. برای تعلیم دینی به اجازه هم در تاجیکستان از 60,000 تا به 90,000 سومانی و یا جریمه و یا تا 3 سال زندان تعیین شده است. مقامات تاجیکستان کار خود را درست و قانونی می‌دانند. سازمان‌های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را پیوسته برای محدود کردن حقوق دینداران از جمله محدود کردن آموزش دینی تنقید کردند. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. تا دیدار در برنامه‌های آینده.